سلام، امروز این ست خوشگل نگینی رو آموزش میدم بهتون. ست گوشواره شکوفه و تل تمام سنگ که خیلی هم ترندن و میتونید خیلی راحت درستش کنید. سیم سایز 3 نیاز داریم، مداد نگین بردار، چسب ای8000، یه تیکه تلخ برای گوشواره، پای گوشواره میخی، یه جفت، سنگ پایدار سایز 40 و 20. برای تل هم همین سنگ پایدار سایز 40 و تل نیم سانت. 2 متر از سیمو جدا کردم و سنگ ها رو داخلش انداختم. همه سنگ ها رو از یه زاویه داخل سیم بذاریم. همینجور که میبینید همه رو تقریبا 40 تا 50 تا رو داخل سیم میندازیم. طبق فیلم سیم رو چند بار دور تل میپیچیم که محکم باشه. حالا یه دونه از سنگا رو بالا میاریم و روی تل فیکس میکنیم. حالا یه بار سیم رو بدون سنگ روی تل میتابونیم و سنگ بعدی همینجور ادامه میدیم. یه سنگ، حالا سیم خالی رو میپیچونیم و بازم سنگ بعدی، سیم خالی، سنگ بعدی. کنار هم سنگا رو بذارید و خیلی محکم که کارتون مرتب باشه. تمام تل رو اینجوری کاور میکنیم. راستی ویدیوهای قبلی رو ببینید، آموزش های خیلی خوشگلی گذاشتم. زنگوله هم روشن کنید که وقتی هفته یه بار آموزش جدید میذارم سریع ببینید. تلمون تقریبا 2 سانت رو جا میذاریم. حالا سیم رو چند بار دور تل میچرخونیم و ما بین نگین ها هم سیم رو چند بار میتابونیم که کامل محکم بشه. حالا اینجا قیچی میکنیم و بعدا یکم چسب میزنیم. تل خیلی جذابمون آماده شد. حالا بریم سراغ گوشواره شکوفه خوشگلمون. چسب رو روی تلخمون دایره‌ای میذاریم. سنگ سایز 20 رو میذاریم وسط دایره و سنگ‌های سایز 40 رو دورش میچینیم. اینو باید بذاریم هوا بخوره تقریبا نیم ساعت که چسبش خشک بشه. من اینو زودتر درست کردم. تلق دورش رو میچینیم. پشت رو میکنیم. وسط کار رو چسب میزنیم و پایه رو روش میذاریم. حالا چسب رو روی پایه هم میزنیم که کامل محکم بشه و اینو میذاریم که خشک بشه کامل. اینم از گوشواره شکوفه خیلی نازمان. اگه خوشتون اومد لایک کنید.